سلام و درود خدمت عزیزان. امروز با یه آموزش در خدمتتون هستم. چیزی که چند وقتی هست میخوام انجامش بدم ولی متاسفانه فرصتش پیش نیومده. الان گفتم فرصت خوبیه و این کار رو انجام بدم. خب امروز میخوام سایت ایدابیت رو بهتون معرفی بکنم که یه سایتی هستش واسه یه تمرین‌های برنامه‌نویسی. مثلا زمانی که تحصیل میکردم توی دانشگاه دنبال یک سایتی بودم، همیشه یک منبعی بودم که تمرین‌های برنامه‌نویسی داشته باشه، ولی متاسفانه خیلی به نتیجه نمیرسیدم اون موقع. ولی خب الان خدا رو شکر اینترنت خیلی به این چیزها کمک کرده و به راحتی میشه همچین ریسورس هایی رو پیدا کرد. خب همونجور که میبینید سایت edabit.com رو من مینویسم، واردش میشم. زمانی که وارد سایت میشیم برای اولین بار دو تا دکمه ساین این و ریجستر وجود داره که راحت میتونید خیلی راحت روی دکمه ریجستر کلیک بکنید و یک اکانت حالا با یک جیمیل بسازید و وارد سایت بشید. سایت ایدابیت از 8 تا زبان برنامه‌نویسی پشتیبانی میکنه: C#, C++, جاوا، جاوا اسکریپت، PHP، پایتون، روبی و سویفت. خب من واسه شروع، چون زبان پایتون زبان رایجی هستش الان، با زبان پایتون شروع میکنم و سعی میکنم تمرین‌های پایتون رو حل کنیم با هم دیگه. خب اینجا میتونیم سطح تمرین ها رو انتخاب بکنیم: very easy، easy، medium، hard، very hard و expert، که من حالا با همون very easy شروع میکنم. توی قسمت بعدی میتونیم تگی که میخوایم یا موضوع تمرینی که میخوایم حل کنیم رو انتخاب بکنیم. خب موضوعات مختلف داره، در مورد فرمتینگ، بازی ها، تمرین های حلقه ها، ریاضی، منطق برنامه ها، اعداد، بازگشتی، هر چیزی که فکر بکنید توی این چیزها وجود داره توی این تمرینات که میتونید انتخاب بکنید و توی اون زمینی فقط تمرین انجام بدید. این گزینه هم تمرین هایی که کامپلیت شدن، یعنی تگ کامپلیت خوردن رو و شما حلش کردین رو دیگه واسهتون مخفی میکنه که نبینیدشون و فقط تمرین های جدیدی که حل نکردید رو بهتون نمایش بده. خب واسه شروع من همین تمرین اول رو باز میکنم که در واقع یه جورای معرفی سایت ایدابیت هستش. زمانی که یک تمرین شما کلیک میکنید، یک اطلاعات اولیه از اینکه چی میخواد اون تمرین ازتون در واقع بهتون میده خود سایت و در نهایت بهتون میگه که باید چی کار بکنید، تمرین ازتون چی میخواد، چه خروجی باید از این تابع بگیرید که اون تمرین رو پاس کنید. همونجور که میبینید نوشته How Idabit Works. توی این قسمت خب یک تابع به ما داده که تابع هلو اسمش هستش و میگه که باید یک helloedabit.com رو ریترن بکنه. خیلی ساده خودش جواب رو بهمون داده، فقط به عنوان معرفی این سایت هستش، به عنوان معرفی این که چطور باید کار بکنید باش. خب زمانی که این مطالب رو خوندیم، اطلاعات رو خوندیم، میریم توی قسمت کد و این چیزهایی که ازمون میخواد رو باید ما در واقع کد بزنیم. خب من کپسلکم روشنه. ریترن خیلی ساده: hello edabit.com. امیدوارم درست نوشته باشم چون فکر کنم به کوچیک و بزرگ بودن حروف حساسه، همش با حروف کوچیکه و کافیه زمانی که اون ریترن و خروجی در تابع رو می نویسیم روی دکمه چک کلیک بکنیم. همونجور که می‌بینید تست پس، یعنی خروجی این تابع با اون چیزی که در واقع برنامه از ما میخواد برابری داره و ما تمرین رو حل کردیم. خب توی قسمت بعدی، این قسمت کد بود، توی قسمت بعدی قسمت ریسورسز یک سری اطلاعات در مورد حل این در واقع تمرین ما میده که ما میتونیم با مطالعه این رفرنس هایی که بهمون میده، منابعی که بهمون میده، راهنمایی هایی پیدا بکنیم و بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم. توی قسمت آخر همونجور که میبینید کسای دیگه‌ای که این تمرین رو حل کردن راه حل خودشون رو گذاشتن و خب ما میتونیم با مطالعه اینها خیلی راحت
بفهمیم که مثلا چه راه حل های دیگه ای هست واسه حل این تمرین و الگوریتم های مختلف رو یاد بگیریم. توی قسمت آخر هم میتونیم در مورد این مسئله یک کامنت هایی بذاریم و حالا اگر نظری در مورد این تمرین داریم پست کنیم که کامیونیتی خوبی هستش، میتونید همکاری کنید، مشارکت بکنید توی این کامیونیتی و نظرات خودتون رو قرار بدید. بسیار عالی، من در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم از اینکه ویدئوی منده رو نگاه میکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه که حمایت شما به ما انگیزه بیشتری میده. تا تمرین دیگه ای، خدا نگهدار.